داری قهوه امروز چه مزه‌ای داشته باشه و کجا ببرتت؟ امروز میخوام بهتون بگم که اگه دلت میخواد بچه معیوب داشته باشی یا اصلا جونش رو بگیری باید چیکار کنی. سلام بر سلاطین کافه باز. امروز میخوام درباره ازدواج فامیلی یا به قول خودمون عقد آسمونی دختر عمو پسر عمو صحبت کنم و همچنین از معایبش بگم. اما آیا ازدواج فامیلی به طور کنسله یا مثل همیشه ایرانی‌ها یه راهی برای دو زدنش پیدا میکنن؟ اگه کنجکاوی تا آخر ویدیو همراه من باش. فیلیپ چهارم پادشاه اسپانیا برای حفظ قدرت و ثروت با برادرزاده‌اش ازدواج کرد، کسی که نمیخواسته هیچ غریبه‌ای نزدیک خزانه‌اش که ناموسش هست بشه. حالا اگه فکر میکنید فقط شاهان به این شیوه ها دست دادن، بیایید تا از روتشیلدها بگم که پسرشون به خاطر اینکه حتی یه سن به دست غریبه ها نیفته با دختر خالش ازدواج کرد. حالا کمی بریم عقب‌تر. در یونان باستان زئوس و هرا با هم ازدواج کردن در حالی که خواهر و برادر هم بودن. دارم به این فکر میکنم که من با داداشم که 365 روز سال و 24 ساعته تو سر کله هم میزنیم و تحمل همو نداریم، آیا مناسب زوج شدن هستیم؟ اگه تو هم فکر و حال منو داری لایک کن بفهمم تو این سوال تنها نیستم. خسرو و شیرین عاشقانه های تاریخ. میدونستی این عاشقای معروف جهانی در واقع دایی و خواهرزاده هم بودن؟ این ازدواج ترکیبی از عشق، سیاست و فرهنگ ایرانی بوده و تا امروز در حافظه ایرانیان باقی مونده. ناصرالدین و فتح علی شاه قاجار که از شاه کمرهای معروف تاریخ هستند، تعدادی از زنان حرمسراهای این دو مرد اول خواهرزاده ها و برادرزاده هاشون بودند. این مواردی که گفتم تنها نوک کوه یخ بود و خیلی ازدواج‌های فامیلی در ایران و جهان اتفاق افتاده. گاهی حتی ممکنه بزرگترین مغزهای تاریخ تصمیم‌های گوهی بگیرن و گند بزنن به زندگی خود و اطرافیانشون. منظورم چارلز داروینه، همونی که برای نظریه تکاملش خانواده خودش رو جای موش آزمایشگاهی گذاشت. او با دختر خالش ازدواج کرد. میدونستی به طور کلی همه ازدواج‌های فامیلی خطرناکن، ولی خطرناکترینشون ازدواج پسرخاله و دخترخاله است، چون از نظر علمی بیشترین شباهت ژنتیکی رو با هم دارن. این پسرخاله و دخترخاله 10 انسان تولید کردن. این نشون میده عقل ممکنه گاهی مرخصی بگیره بره تعطیلات، اما کمر انسان همیشه کار میکنه. 3 فرزند در نوزادی و بقیه‌شون هم تا قبل 40 سالگی با بیماری‌های مختلف میمیرن. چارلز برای ادامه نظریش روی گیاهان هم آزمایش کرد. واقعا نمیتونست فقط همین کارو بکنه؟ آخر پس در نظریش نوشت نزدیکی ژن‌های مشابه ممنوع. چه انسان، چه حیوان، چه گیاه. به نظر داروین یک دانشمنده یا یک قاتل زنجیره‌ای؟ تو کامنت ها برام بنویس. و حالا راه میانبر ازدواج فامیلی چیه؟ پول خرج کردن و رفتن به مشاوره ژنتیکی که قطعاً برای یه ایرانی غیور خیلی سخته و حتی ناممکنه. هم پول بده هم بگه بله حق با شماست. اما آیا فقط چارلز داروین برای علم گند زد به خانواده‌اش؟ خیر، کس دیگه‌ای به نام انیشتین هم چنین گوهایی خورده. اگه کنجکاوی که داستان اینم بدونی، کافیه منو سابسکرایب کنی.